خواهرم، من تو را به بلا و مصیبت‌های از جانب الله می ترسانم که دیر یا زود بر سرت می آید. بی‌حجابی گناه بزرگ است و گناه بزرگ را در ملأ عام به نمایش گذاشتن خیلی خطرناک است. این سخن خداوند را فراموش نکن که می فرماید ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یعنی هر بلا و مصیبت و پریشانی که بر سر شما می آید به سبب گناهانی است که شما انجام می دهید. این سخن پروردگار است، نه سخن من. خواهرم، آیا کسی از همین خودنمایی آبرو گرفته است؟ مگر آبروی تو و خانواده‌ات همین قدر بی ارزش است که در عوض 2 تمگه پول تیک تاک و کامپلیمنت های مردان فاسق آبروی خود و خانواده‌ات را می ریزی؟ نخود که آبروی پدر و برادرانت همین قدر بی ارزش باشد که به همین آسانی آن را می ریزی؟ حال آن که طبق روایات حدیث ریزاندن آبروی یک مسلمان برابر ریزاندن خونش است. یعنی آبروی کسی را اگر ریزاندی گویا خونش را ریزاندی و گناه ریزاندن خونش را به دوش میگیری. خواهرم، از الله بترس